لطفاً میگفتین اون محتوای سازشنامه‌ای که امروز با جانب تاجیکستان امضا شد از چی عبارته؟ جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان دو کشور همسایه هستند. روابط بسیار نزدیک و دوستانه دارند. در عرصه‌های مختلف مربوط به روابط دو جانبه و همکاری‌های منطقه‌ای با هم همکاری نزدیک دارند و هر دو کشور حادثه خیز هستند و هم کوهستانی و هم حادثه خیز. بنابراین ضرورت بود تا از گذشته همکاری‌ها وجود داشته بین دو کشور و خصوص در امتداد سرحدات و خب اگر یک کمی جزئیات بیشتر بگیم، خدا نکرده حادثه رخ داد و ماموران نجاتی جانب تاجیکستان با کمک همتایان خود به افغانستان بروند، اون حتما باید دریافت ویزا کنند و یا شرایطی هست که اونا میتونن در صورت اضطراری بدون دریافت ویزا هم برسند به کمک؟ بله، در چارچوب همین موافقتنامه این موضوع پیش بینی شده که برای کمک رسانی عاجل و فوری طبعا اگر منتظر صدوری ویزا باشیم وقت ضایع میشه و او خاطر پیش بینی شده که کمک‌های عاجل به صورت مستقیم فراهم شود، نیازی به ویزا وجود نداشته باشه و در مواردی که اگر ضرورت است ویزا باید به صورت عاجل صادر شود. و یک سوال دارم در مورد اون که جانب تاجیکستان کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان در صدد است به زودی یک مرکز آموزشی برای نجات دهنده ها در تاجیکستان را تأسیس بدهد و آیا پیش بینی شده طبق این توافقات که نجات بخشان افغان نیز میتونند در این مرکز آموزش بگیرند؟ بله، یکی از مواردی که در موافقتنامه پیش بینی شده همکاری‌های آموزشی است. خب خط فارسی و کریلیکی فرق میکنه. این مشکل وجود نداره؟ خب به صورت شفایی خب زبان مشترک است، منتها زبان مشترک است ولی خط مختلف است. کتبی طبعا باید یعنی زمینه‌اش فراهم باید شود، ترجمه باید شود. معمولا موادی که به اصطلاح تولید میشه اکثرا به زبان انگلیسی میباشه که در اون صورت هر دو طرف میتونن به صورت مشترک از استفاده کنن. و شما که حالا از حالت جنگی در برخی از قسمت‌های افغانستان یادآور شدین و در صورت وقوع حالت‌های اضطراری حوادث طبیعی آیا میتونن نجات بخشان تاجیک به منطقه‌های اعزام شوند که هنوز در تحت کنترل مخالفین قرار دارند؟ طبعا متاسفانه برای کمک رسانی‌های عاجل و اضطراری جنگ یک مانع است. انتقال مواد امدادی یک مشکل است و همچنان نقل انتقال امدادرس‌ها و نیروهای امداد نجات در مناطق جنگ زده یک مقدار کار مشکلی است. ولی با این وجود تلاش می شود برای رسیدن به منطقه‌هایی که طبعا دولت افغانستان نگاهش این است که هر جای اگر حادثه اتفاق میفته ولو در ساحه مخالفین دولت هم است باید از همه وسایل امکانات خود استفاده بکنه تا به متضررین کمک به موقع فراهم شد. خیلی ممنون، خیلی تشکر از شما. زنده باشید.